سلام بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 8 دکبر است و این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی. این نشر با زحمت خبرنگاران ما در تاجیکستان و پراگ آماده شده است. حالا نخست با موضوعهای اساسی برنامه شناس شوید. فاجعه در یک خانواده اسفره، پدر و مادر و دختری 4 ساله این عائله زهرآلود شده جان دادند. 3 عضو دیگری خانواده در بیمارستان هستند. در کولاب یک جوانی را که به یک بیماری جدی گرفتار است به ارتش بردند. تلاش‌های پدرش برای برگردانیدن او نتیجه نداده است. مقصد کسل میگیرش اوجا در یک شو میگیرش هیچ که نباشه ایرا یاردم کنند در کار. دونالد ترامپ میگوید رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی برای امضای طرح صلح واشنگتن آماده نیست چون با آن شناس نشده است. در ناحیه اسفره واقع در شمال تاجیکستان ظاهراً غذای زهرآلود سبب مرگ 3 عضو یک خانواده شده است. در بین هلاک شده ها پدر و مادر و یک طفل 4 ساله خانواده است. 3 عضو دیگر این عائله در شفاخانه تحت نظارت طبیبان می باشند. همکارم فرزان محمدی اطلاعاتی تا کنون به دست آورده‌اش را گزارش می دهد. فاجعه در خانواده اسکندر ملکی، کارمند پیشین حکومت شهر اسفره و همسر و دخترش شام 7 دکبر رخ داده است. نزدیکانش میگویند بعد از خوردن غذای شام احوال اعضای عائله بد شده است و 3 نفر تا آمدن پزشکان جان دادند. سبب رسمی مرگ این افراد هنوز معلوم نیست. بعضی از نزدیکان خانواده تخمین میکنند که احتمال خورش و یا سلدی که استعمال کردند سبب زهرآلود شدن آنها باشد. مادر و 2 فرزند دیگر خانواده در بیمارستان هستند و زیر نظارت پزشکان قرار دارند. یک منبع آگاه از حادثه به رادیو آزادی گفت که جسد اسکندر ملکی، همسرش معطرخان و دختر 4 سالشان در سردخانه شهر اسفره قرار دارد و سبب مرگ آنها تحقیق کرده می شود. اکثر فرزندان عائله نابالغ بوده، خردترینشان همگی 3 ماهه بوده است. طیب‌الدین محمدوف، سرطبیب بیمارستان مرکزی اسفره، روز 8 دکبر به رادیو آزادی گفت متخصصان از مرکز ولایت سوخت آمده سبب فوت را تحقیق میکنند. او افزود یک فرزند اسکندر ملکی در شعبه احیا قرار دارد. وضع کودک 3 ماهه و مادر ملکی خوب است. یک فرزند دیگرشان شب حادثه همراه خانواده نبوده است. اگرچه حالا خلاصه نهایی طبیبان درباره مرگ 3 عضو یک خانواده معلوم نیست، اما در گذشته مورد زهرآلود شوی از کنسروهای خودساخت و مرگ چند عضو یک خانواده مشاهده شده است. بار اول نیست که اعضای خانواده ها در تاجیکستان از زهرآلود شوی از کنسروهای خودساخت می‌فوتند. سال 2022 در ناحیه جبار رسولوف مادر و دختر فوتیدند. سال 2019 در کولاب غذای آلوده یک خواهر و برادر را کشت. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. وزارت دفاع تاجیکستان در آخرین روز ماه نوامبر امسال از 100% اجرا شدن نقشه دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی خبر داد، ولی این موسم نیز از شکایت‌های ساکنان درباره ابلاغ و یا جلب غیر قانونی به ارتش عاری نبود. یک خانواده در کولاب میگوید هفته‌ها باز برای از خدمت حربی آزاد کردن پسری بیمارش تلاش دارد، اما به حرفش کسی گوش نمیدهد. پدری سرباز در صحبت با همکارم محمود جان رحمتزاده گفت از آن میترسد که پسری بیمارش به خود یا کسی آسیب میرساند. ایسازاده سرباز قسم حربی در شهر کولاب است. او را یک ماه پیش از کمیسریات حربی ناحیه وسه به اینجا آوردند. پدری ایسازاده میگوید پسرش بیمار است. در نوارها دیده می شود که ایسا به زمین می افتد و از بیماری سر یا اپیلپسی رنج می کشد. پدری ایسا، صدرالدین مرادوف میگوید اگر پسرش را چند نفر از دست و پایش ندارد به خودش آسیب می رساند. حالا مرادوف به دادستان حربی گارنیزون کولاب شکایت برده است. من عرضه دارم در پروکاتورا یگان مقامات یگان هیچی چاره ندیدستند. روز تا روز وضعین شده بچه ما، روز تا روز داولنج تو 180 خسته است. پسای سر میگه چند بار هم کسل در کلوب قپیده شده. همیجا ممکن که 6-7 بار قپیده باشه، جوجا کم اندروخ چون در پیش چشمشون شده است. بیماری که ایسا رو از پا میافتاند 2 سال پیش در او پیدا شده است. خانواده‌اش میگوید که پسرشون دائم زیر نظر طبیبان بود، اما او همچون بیمار در یگان بیمارستان ثبت نام نشده است.
همین چیز باعث به خدمت حربی رفتن پسرش شده است. توبت گرفتگی توبت هست، فقط به قید گرفتگی نیست. ما ایرا معالجه میکنیم، ما روزی نبودیم که در دختر خوک نه، به خاطری که مقصد کسل میگیرش اوجا در یک شو میگیرش هیچ که نباشه، ایرا یاردم کن در کار. ایرا چندین بارو کسلو بسیار گرفتگیش، حتی نمی نه بردمش میگه که اگر ایرا که خوک نیم اگرم خودت قطیش باشی. خانواده عیسی‌زاده برای صحت شدن او از چند نمود طبابت کار گرفتند. طبابت دختری هم کردیمش، نه خانگی هم کردیمش، داش خواندیمش، دختری هم کردیمش، ما چیش کردیمش، خانگی هم کردیمش، داش خواندیم مثلا. نمی کم تعریفی گرکنه زیق شوه مو کسالش میگیرش. خانواده عیسی‌زاده گفتند که آنها ضد خدمت کردن پسرشان نیستند، ولی اول او باید طبابت شود. از 17 نوامبر تا حال دادستان هم به عریضه‌شان پاسخ نداده است. فیروز رجبزاده دادستان حربی گارنیزون کلوب به سوال‌های ما پاسخ نداد. دقیق نیست که در این مدت دادستان حربی عریضه مرادوف را بررسی کرده است یا نه. مسئولان قسم حربی نیز نخواستند درباره وضع این سرباز چیزی گویند. بهادر عبدالحق‌زاده معاون سردار قسم حربی در یک تماس کوتاه گفت که از طبیبان باید پرسید، اما خانواده عیسی‌زاده با پیشنهاد نوارهای بیماری پسرشان تلاش دارند او را موقتا از خدمت حربی آزاد کنند. آنها میخواهند یک هیئت طبی عیسی را معاینه نماید. ضمناً در سند طبیب درباره بیماری عیسی‌زاده اگر واقعی باشد، واضح نوشته شده است که مغز جوان بیمار دارد و احتمال هر سری چند خروج کردن بیماری و به حالت اپیلپسی افتادن او وجود دارد. در تاجیکستان در گذشته موردهای به ارتش بردن جوانان بیمار ثبت شده است که گاه با مرگ آنها هم انجامیده است. президенти амрико Дональд Трамп хабар дод ки раис ҷумҳури Украина Владимир Зеленский барои имзои тарҳи сулҳи Вашингтон омода нест, чун ба гуфташ ҳатто бо он шинос нашудааст. маълум нест ки сухан дар бораи тарҳи қаблӣ меравад ё нусхаи нав таҳия шудааст. Дональд Трамп рӯзи 7 декабр гуфт: бояд бигӯям ки ман каме ноумед ҳастам ки президент Зеленский то ҳол ба пешниҳоди мо шинос нашудааст. ҳадди ақал давоми чанд соати охир ин тарҳ ба атрофиёни ӯ писанд шуд, вале ба худи ӯ негуфт. Трамп ба гуфтаи раис ҷумҳури амрико, Москав мехоҳад тамоми Украинаро дошта бошад, аммо ба шартҳои сулҳ розӣ аст. Дональд Трамп гуфт: то ҷое медонам Русия розӣ аст, аммо мутмаин нестам ки Зеленский аз ин тарҳ қаноатманд бошад. рӯзи 6 декабр Владимир Зеленский аз суҳбати тӯлонӣ ва пурмазмун бо Стив Витков, фиристодаи вижаи президенти амрико, ва Ҷаред Кушнер, домоди Дональд Трамп хабар дод. Зеленский гуфт ду тараф дар бораи нуктаҳои асосие ки метавонад поёни ин ҷанги хунинро кафолат диҳад гап заданд. чанде пеш тарҳи 28 бандии амрико дар бораи сулҳ ба расонаҳо роҳ ёфт ва нигаронии Украина ва мақомоти Аврупоро барангехт, чун ба қавли онҳо тан додан ба бисёре аз талабҳои Русия аст. дертар расонаҳо гузориш доданд ки теъдоди бандҳо то 19 адад поин оварда шуд, вале баҳс дар мавриди вогузории сарзаминҳо барои Украина ҳамоно мавзӯи бисёр печида ба шумор меравад. як таҳқиқи тозаи гурӯҳе аз табибону донишмандон нишон додааст ки издивоҷҳои хешутаборӣ дар Тоҷикистон агарчи камтар шудааст, вале ҳанӯз ҳам нигаронкунанда боқӣ мемонад. муаллифони мақолаи никоҳи хешутаборӣ, яке аз омилҳои маъюбшавии кӯдакон дар Тоҷикистон, гуфтанд ки барои монеъ шудан ба ин гуна издивоҷҳо бо паёмадҳои нохушоянд бояд чораҳои бештар андешид. ҳамкорам Тоҳири Сафар пажӯҳишҳои тоза дар бораи ин масъаларо омӯхт ва қабл аз барнома аз ӯ ҷузъиёти таҳқиқро пурсидам. барешалло мақола илмӣ дар шумораи тозаи маҷалаи тиббии авҷи зуҳал нашрияи донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба нашр расидааст. муаллифи он Майрам Ёдгорова, мудири кафедраи тибби оилавӣ ва гурӯҳе аз ҳамкоронаш ҳастанд. онҳо дар ҷараёни таҳқиқи 109 кӯдак ва наврасони аз 1 то 18 сола аз 24 оилаи таркибёфта аз хеши наздик маълум карданд ки аксарияти он кӯдакону наврасон ягон навъи беморӣ доранд ва ё маъюб ҳастанд.
در پژوهش آمده است در بین تحقیق شدگان در 61 نفر یا 56% فشار شریانی و در 29 نفر نقصان دل یافتند. در میان آنها 2 نفر هم با سیندروم بسیار نادری سکل به دنیا آمدند که طبیبان آن را به عباره دیگر پکنه پرنده سر می نامند، چون قیافه طفل به پرنده شبیه است و از نظر عقلانی هم کم رشد می کند. و گفته مؤلفان آنها تاریخ بیماری همه این کودکان را با تمام جزئیاتش بررسی کردند و دریافتند که کاسه‌خانه و معاینه بسیاری از آنها هنگام تولد آسیب دیدند و مثلا 98 نفر آنها با فشار داخلی کاسه‌خانه سر به دنیا آمدند. قریب نصف از این بچه‌ها یا 48 نفر با عقیب‌مانی، انکشاف عصبی روحی و نطق تولد شدند. والدان همه این بچه‌های 24 عائله خویشاوندان بسیار نزدیک از جمله پسر خاله، دختر خاله، پسر عمک و دختر عمک بودند. тоҷикистон соли 2016 никоҳҳои хешу таборӣ ро манъ кард, чун таваллуди кӯдакони маълул зиёд шуд. аз ҳамкорам ҳамчунин пурсидам ки оё қарори мазкур ин гуна издивоҷҳоро кам кардааст? ولی شالا با وجود ثابت شدن عاقبت‌های منفی ازدواج‌های افراد همخون و بخصوص خویشاوندان نزدیک و مانع شدن به این گونه ازدواج‌ها در تاجیکستان خواستگاری دختر خاله و عمه و تقا در کشور کم نشده است. تحقیقات جامعه شناسان نشان داده است که عامل‌های اجتماعی و اقتصادی و باورهای قدیمه سبب همچنان به سراغ خویش و تبار رفتن بخصوص والدان جوانان می شود. بیکاری فراگیر، سختی‌های روزگار و مهاجرت کاری جوانان و ازدواج آنها در کشور میزبان سبب می شود عائله‌های خویشاوند تاجیک با مصلحت فرزندان خود را مجبور به عقد نکاح با همدیگر کنند. سبب دیگر هم به گفته جامعه شناسان ارزانتر افتادن مراسم جشن عروسی و زیاد طلب نکردن جهاز و قلین است که خویشاوندان کم ویزات را مجبور می کند از حساب پسر و دختر خاله عائله بسازند. و سوال دیگری من این بود که پژوهش‌ها درباره عامل‌های دیگری این ازدواج‌های خویش‌تباری چی نشان دادند؟ بهروح نصور و جامعه شناس تاجیک در یک مقاله تحت عنوان مسئله نکاح خویش‌تباری در جامعه معاصر تاجیکستان گفته است که اگرچه این گونه نکاح‌ها رو به کاهش دارند اما هنوز هم دیده می شوند. او سبب‌های جای داشتن نکاح خویش‌تباری را چنین برشمرده است: حفظ مالکیت در دایره خویش‌تبار و اولاد، بیگانه نکردن دختر زیبا یا پسر کاردان، عنعنه اولاد یا محل یا ویران نکردن خون یا گنها مخصوصا در بین آنهایی که خود را ایشان زاده یا اولادی مخصوص می‌دانند. مؤلفان پژوهش‌ها درباره عائله که ما بررسی کردیم اعتراف کردند که با وجود تشویقات و ترغیبات زیادی مقامات درباره زیان ازدواج‌های خویش‌تباری در تاجیکستان ظاهراً مردم از این رسم دست کشیدنی نیستند. به عنوان مثال یک نظرسنجی در میان معلمان و شاگردان آنها در مکتب‌های یاوان نشان داده است که بیشتر از 18% آنها از جمله نکاح با خویشاوندان نزدیک را یک عامل پایدار ماندن عائله دانستند. این گونه عقیده در بین 25% پدر و مادران آنها وجود داشته است. نظر و عقیده که مقامات تاجیکستان تقریبا 10 سال از سعی دارند کمتر و کمتر شود. همکارم طاهری سفر بود که درباره پژوهش تازه از ازدواج‌های خویش‌تباری به دنیا آمدن کودکان دارای امکانیتشان محدود صحبت میکرد. و یک خبر: وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سوختار را در چند مغازه کنار بازار کاروان در دوشنبه را شرح داد. حادثه روز 6 دکبر رخ داد و چند صاحبکار ضرر دیده است. در خبرنامه وزارت آمده است سوختار ساعت 8 صبح سر زده، ساعت 10:30 خاموش کرده شد. مقامات میگویند تا رسیدن سوختار نشانها آتش مغازه‌های قالین، کورپه و کاشانه حسن را در مساحت 180 متر مربع فرا گرفته خوف پنشوی آتش به دیگر مغازه‌های دیگر به میان آمده بود. مقامات درباره حجم ضرر و سبب سوختار چیزی نگفتند. در خبرنامه وزارت کارهای داخلی تنها اشاره شده است که حادثه تحقیق می شود. بینندگان ارجمند، برنامه در همین جا به پایان می رسد. سپاس برای همراهیتان. خبر و گزارش از این بیشتر را می توانید در سامانه azadi.org پیدا نمایید و اینچنین صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک در اختیار شما است. خدا نگهبان.